رهبر نامدار آبر مرد تاریخ شیر رهبر نامدار آبر مرد تاریخ شیر جرار الحاج نجوم خان فاتح تو فخر مایان ای نور ابصار خالد دوران شجاع و غیور و مرد میدان در غیرت همچو عمر قهرمان راستین و مخلص در راه سبحان راستین و مخلص در راه سبحان محبوب مایان الحاج نجوم خان قهرمان فاتح رهبرم مرد با ایمان نازم جان بر این شوکت و شان پیشتاز سنگر فاتح مرد ممتاز و دلاور دشمن ز هیبتش دارد حذر در غزوت معرکه نامور رهبر نامدار آبر مرد تاریخ شیر جرار الحاج نجوم خان فاتح تو فخر مایان ای نور ابصار خالد دوران شجاع و غیور و مرد میدان در غیرت همچو عمر قهرمان راستین و مخلص در راه سبحان راستین و مخلص در راه سبحان محبوب مایان الحاج نجوم خان قهرمان فاتح رهبرم مرد با ایمان نازم جان بر این شوکت و شان پیشتاز سنگر فاتح مرد ممتاز و دلاور دشمن ز هیبتش دارد حذر در غزوت معرکه نامور رهبر نامدار آبر مرد تاریخ شیر جرار الحاج نجوم خان فاتح تو فخر مایان ای نور ابصار میری دلیر در بدخشان است مرد کم نظیر در بین مردم عجب دلپذیر با شهامت مجاهد کبیر شمع فروزان فرمانده موحد شیر جیان خنجر در لقب گل ریحان سلام بر همت تو قدردان رهبر نامدار آبر مرد تاریخ شیر جرار الحاج نجوم خان فاتح تو فخر مایان ای نور ابصار خالد دوران شجاع و غیور و مرد میدان در غیرت همچو عمر قهرمان راستین و مخلص در راه سبحان راستین و مخلص در راه سبحان محبوب مایان الحاج نجوم خان قهرمان فاتح رهبرم مرد با ایمان نازم جان بر این شوکت و شان پیشتاز سنگر فاتح مرد ممتاز و دلاور دشمن ز هیبتش دارد حذر در غزوت معرکه نامور کاروان در دیوان ثبت نمود وصف این راد مردان با قلم زرین به هر زمان شاعر کریم عبدالباسط جان نامشان سر دفتر و هم دیوان کاروان در دیوان ثبت نمود وصف این راد مردان با قلم زرین به هر زمان شاعر کریم عبدالباسط جان نامشان سر دفتر و هم دیوان رهبر نامدار آبر مرد تاریخ شیر جرار الحاج نجوم خان فاتح تو فخر مایان ای نور ابصار خالد دوران شجاع و غیور و مرد میدان در غیرت همچو عمر قهرمان راستین و مخلص در راه سبحان راستین و مخلص در راه سبحان محبوب مایان الحاج نجوم خان قهرمان فاتح رهبرم مرد با ایمان
نازم جان بر این شوکت و شان. پیشتاز سنگر فاتح مرد ممتاز و دلاور، دشمن زی باتش دارد حذر، در غزوة تماری کنماور. این منظومه زیبا در وصف امیر دروازه های بدخشان با الحاج ملا جمعه خان فاتح سروده شد که فرمایشش کرده. برادران گرامی، میلاد مجاهد و سمیع الله خدایی آواز است از جناب محب الله محبت، شاعران عبدالباسط کاروان جانان و امیر خان کریمی. مسئول عبدالباسط کاروان صاحب. نمبر ارتباط با مسئولمان 079 25 26 680 وصل. سبحان راستین و مخلص در راه سبحان.